درود خداوند بر شما بینندگان گرامی. من از فرصت مناسب استفاده برده امروز ایدی کافتکاوی جنایی جمهوری تاجیکستان را تبریک و مبارکباد گفته برای شما عمر دراز، تن صحت، خاطر جمع خواهانم. و چی گفتنیم؟ برای همه کارمندان کافتکاوی جنایی از لطف بیشمارت رزق و روزی فراوان، شادی به حساب و آرامش و آسایش را تمنا دارم. شما را کارمندان کافتکاوی جنایی برای حصه خود را گذاشتن، برای حصه که شما کارمندان کافتکاوی جنایی جمهوری تاجیکستان ایقا آبادی و تنجی و ایقا بخوابی که شما میکشه، باز هم ایدتان را صمیمانه تبریک و مبارکباد میگویم. زنده و سربلند باشه شیرمردان وطن.